السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم، چسباندن حرفها با حرکات. اخذ، اخذ. امر، امر. ذکر، ذكر. عبس، عبس. فعل، فعل. كسب، كسب. وسق، وسق. وقب، وقب. وهب، وهب. رسل، رسل. أذن، أذن. بخل، بخل. خشي، خشي. عقد، عقد. خلق، خلق، خلق. قتل، قتل. قرئ، قرئ. حطب، حطب، حطب. حرف تا غوص خوانده می شود. حطبی. مالکی، ملکی، ملکی. فلقی، فلقی. حرف قاف. فلقی. قبلک، قبلک. ثلثی، ثلثی. لنبذ، لنبذ. حطمتی، حطمتی، حطمتی. عقبة، عقبة، عقبة. فجرة، فجرة، فجرة. فحشر، فحشر. حرف الراء غوص خونده می شود. فحشر. وفتحت، وفتحت. وفتحت، وفتحت. ووجدك، ووجدك، ووجدك. انا. خب در اینجا بعضی حرف ها هستند که غوص خونده می شوند، مثل که از اول خوندیم حرف خا، اخا، اخاذ. در دوم حرف را، امر، امر. در سیوم حرف را هست، ذکر. وسق، وقب. خب رو، رسل. بخیل، بخیل. خشیه. عقدی. خلق، خا، حرف خا و قاف. خلق. قتل، حرف قاف. قرئ، حرف قاف غوص خونده میشه. حرف را غوص خونده نمیشه در اینجا، برای اینکه در تگ حرف را کسره مونده شده است، برای همین تنک خونده میشه. قوری، قوری. خب در اینجا حاطا، حرف تا هم در اینجا غوص خونده می شود. فلقی، حرف قاف غوص خونده می شود. قی، قبلک، قبلک. ثلثی. حطمتی، عقا، عقا. در اینجا هم غوص خونده می شود. خب فجر، حرف را در اینجا غوص است. فجرتو. فحشر غوص خونده می شود. همینا را اهمیت دید در کجا حرف ها غوص خونده می شوند، در کجا حرف ها تنک خونده می شوند.
امیدوار هستم که یک چی انشاءالله تعالی استفاده میبرید. کسی که در کانال ما نو میدراید خب اشتراک کنید، ابونه شوید، نوارها را به برادران به نزدیکان خود روان کنید. انشاءالله تعالی شما هم در اجر و ثواب شریک میشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.